سلام به تاجیکستان بزرگ، سلام به ایران و همه فارسی زبانه سر تا سر دنیا که برنامه امیرمونم رو دارین تماشا میکنیم. بچه ما امشب یه مهمون ویژه داریم، خیلی دیر وقته داریم مصاحبه رو تهیه میکنیم. مهمون ما هم کسی نیست جز شاهین نسیمی. چطوری برادر؟ سلامت باشه نغز رحمت، احوال خودتان چخیر؟ سلامتی تا نغزو. من خوبم خدا رو شکر. سلام به شما، سلام به خلق ایران. خب شاهین، خیلی بچه ها درخواست میکردن که با هم دیگه یه مصاحبه بگیریم، با هم دیگه حرف بزنیم و رفیقای ما توی ایران باهات آشنا بشن و بچه ها توی تاجیکستان میگفتن خیلی ریاکشن برو و من ریاکشن رفتم به کارات. دیدی ریاکشنایی که به آهنگات میرفتم؟ دیدم، میnnت دارم شما گوش کردید به خلق ایران، با شما واندید، ما میnnت داریم، سربلندیم. زنده باشی. الان بچه ها میپرسن که چرا پدر نیستش توی این ویدیو، توی مصاحبه. بچه ها الان ساعت 1 شب، بابا خوابه و مصاحبه یهویی شد. یهو زنگ زدم به شاهین، گفتم آماده ای ریاکشن مصاحبه رو ضبط بکنیم؟ شاهین هم اوکی داد، گفت آره اوکی ام. بعد اصلا دیدم بابا خوابه، گفتم خب دیگه مجبوریم تنهایی ضبطش بکنیم. اینم از این. شاهین سوال ازت بپرسم، شروع کنم سوالا رو. چند سالته؟ من 27 سالم، 1998 تولد شدم. بابا ایول، منم 1998 متولد شدم، 27 سالمه. پس سال بوده پلنگیم. ایوالا بابا ایوالا. خب در حال حاضر تنها زندگی میکنی یا اینکه متأهل هستی؟ ازدواج کردی؟ من مجردم، قطعی اویلم زندگی میکنم، شهر میبیام، شهر با زبس میکنم، ترکم با قیشلاق میرم. من از یک کنج تاجیکستان میشم، اهالی شمالی اشت، ناحیه اشت. به به به. پس تنها زندگی میکنی و یکی از بچه ها گفتش که من همشهری شاهین نسیمی ام، بعد سلام برسون. آره بعد من گفتم تو ویدیو حتما بگم. خب از کی شروع فعالیت موسیقی تو؟ کلا کی بود شروع فعالیتت؟ 2011 بود به فکرم، یا 10 یا 11 سر کردم. اوه یعنی 14 سال پیش، 14 15 سال 14 پیش. سال نویستم، خواندم، به ثبت نکردم. بعد خدمت وطن کردیم، بعد از خدمت وطن شروع کردیم ضبط رپ. که اینطور گفتی خدمت وطن. من یاد اون ریاکشنی که یه ریاکشن رفته بودم به سربازی عشق فکر کنم بود اسم آهنگ، یه نونی بود میخوردن. آره از اون نونا خوردی دیگه؟ آره. من دیگه کم کم تمام فرهنگ، البته فرهنگ ایران تاجیکستان یکیه ولی همه رو دیگه کم یاد گرفتم. اون خوردن نونو میبینی که خیلی باهات دارم راحت صحبت میکنم. زمانی که اولین مصاحبه رو با یامادا، یکی از رپرهای خوب تاجیکستان، یا مثلا با شون ام سی، با شعباز، با فراخ حسنو چیزاشی مصاحبه ضبط میکردم، بعضی از کلمات موقع خیلی هم نه ولی خب بعضی ها رو متوجه نمیشدم، ولی الان که دارم با شاهین مصاحبه میگیرم همه رو کامل میفهمم. خب یه دونه سوال دیگه میخوام ازت بپرسم، این که موزیک جدیدی توی راه هستش؟ جدیدی چه خیلی موزیک جدید که بخوای بخونی، پروژه داری؟ آینده مقصد گذاشتیم خونیمش. چقدر مثلا؟ تا چند وقت؟ ایلاجش باشد ممکن پگه دیگه. من همه وقت تیارم راست دیگه. همین که فورت نسترینه و نغز باشد میرم ضبط میکنم. ایوالا. شاید تو میدونستی منم یه زمان رپ میخوندم، کلا تو موسیقی کار میکردم، میدونستی؟ خبر ندارم لیکن برادر، خبر ندارم. اصلا به قیافه من میخوره که موسیقی کار کرده باشم؟ حتما، ولی من گوش میکنم. بیا یه کاری بکنیم،
میگم بچه شما که الان دارین این ویدیو رو میبینین، شاهین میگم الان یه تیکه آهنگ بخونه، منم یه تیکه آهنگ میخونم، بعد توی نظرسنجی توی همین کامنت ها بگین که اگه جفتمون صداهامون نزدیک به هم بود، من و شاهین یه دونه آهنگ با هم میخونیم. شاهین قبوله؟ بریم. خب تو یه تیکه از یه آهنگ تو بخون، منم بعدش یه تیکه از آهنگمو میخونم. از آهنگ خودم خونم ها. آره یکی بخون الان. اشتی من میان کوهساری و یک یار داری، عرب و روس ندارد یاره کی تو داری. من از خیال رویش ماه را به نور گفتم، ماه صد پاره شد و بر کف وی میبارید. از شما. نوبت منه. سبکت شبیه یه خواننده است توی ایران به اسم دایان، صداش کلفته، این سبکی میخونه، یعنی مو نمیزنی با دایان. منم که رپ میخونم کلا. بخونم خب باش. کدومو بخونم؟ بذار ذره فکر کنم کدومشو بخونم به این بخوره. بریم. از صبح تا شب جای گریه، خندیدم به شونت گاهی تکیه، نمیخوام بشه حالت دپرس، هدفم گم لابلای فهرست. اینو فهمیدم وابسته نشن تو بین گرگای فرد بازنده نشم، همیشه نمیشه خرجش کنم مرامو، این دفعه میخوام ترکش بکنم. قول داده بودم ترسو نباشم، تو جمعی نباشم که هر روز فداشم. حرکت کردن رو دوست دارم به شرطی که همه جوره هدف ساز باشم، روی تخت روی چوبه، بوی چایی از توی خونه. یه موقع باید بی خیال باشم با این که این هدف رو به رومه. ذهنی باید جویی. خب به نظرت بچه‌ها، به نظرتون یه همکاری با شاهین داشته باشم، یعنی یه دونه آهنگ بخونم باشم؟ بگین تو کامنت ها بنویسین. شاهین بخونیم یه آهنگ با هم بخونیم؟ انشاءالله خدا نصیب گرداند میخونیم. چی بده؟ بمونیم بچه هم نظر رو تو کامنت ها بنویسن که بخونیم یا نه، بعدش با هم دیگه زنگ میزنم با هم حرف میزنیم. حتما. خب شاهین چرا کم فعالیتی تو موسیقی اینقدر؟ بچه میدونی چرا طرفدار داری؟ خیلی هوادار داری، چرا اینقدر کم آهنگ میخونی؟ راستی من این قذر قم ندارم، همین مردم که کی طلب کردن میخونم. من اختصاصم یا من چی، من این رپ خونی نیست برادر. من خودم یک آموزگار هستم در مکتب. کجا رفتی؟ نمیگم گفتی کجا رفتم؟ کجا رفتی؟ صدامو داری؟ شما نفهمیدید به فکرم. من بغیر از رپ اختصاصی من نیست. اختصاصی من آموزگاری است. آموزگاری معلم تربیت جسمانی هستم. بابا به 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 به. قبل اینکه شاهین آماده بشه داشتیم ویدیو کال میکردیم، من دیدم بدن شاهین آماده است، دیدم اینجوری چارشونه، نگو آمادگی جسمانی، اونم چی آموزگار هستش. ای والا. منم جز این که من البته خب خیلی وقت رپ نمیخونم، جز این که الان یوتیوبر هستم اینا، منم آرایشگرم. سلمونی. زنده باشی زنده باشی. قرار شد بیام تاجیکستان، خب با پدر و خانواده بریم تاجیکستان پیش شاهین بریم. قشنگ قرار بود بریم ببره ما رو همه جا رو نشون بده، همین داشتیم صحبت میکردیم. حتما شما پرواز کنید به تاجیکستان، همین اول قدم به دوشنبه پایتخت زدید، ما شما را میگیریم یک کنج تاجیکستان میبریم، منظره های عجایب میبینید، حلاوت میبرید برادر. وطن ما بسیار زیباست، بسیار مهمان دوست است. چون امسی من گفت کروتو به من میده بیام، ما بیایم تاجیکستان، تو به ما چه غذایی میدی؟ حتما کروتو
بابا من خیلی اصرار کردم که آقا بیا اینجا، چرا تو نمیای شاهین؟ تو بیا اینجا. گفت من یه ذره کار دارم اینجا، تو بیا. گفتم آقا عجب که اینطور باشه. یه سوال نیستش، یک معرفی کامل برای مردم توی ایران میخوام که اونایی که نمیشناسنت، میخوام یه معرفی کوتاه از خودت واسه بچه‌های توی ایران داشته باشیم، یه معرفی کوچیک. معلش چونه خیلیش خونیم باشد الو نازی من، تو بودی کودک همبازی من. برای ایرانی ها من قربان سفید عطر رویت، من که اسکر شدم دادم بشویت، من که اسکر بودم در شهری پروان، می بودم قیامت میشد در تویت. بر این شعر اسکر است، این شعر یک سرباز است. شاهین فکر کرد میگم واسه مردم ایران شعر بخون، واسه همین شعر خوندش، ولی خب بازم بهتر شد. من گفتم یه معرفی کوتاه کنه خودشو، ولی خب من گفتم معرفی کن خودتو واسه مردم ایران، شعر خوندی، ولی خب باحال شد. من خطا فهمیدم، خطا. اوزر لهجه سل دیگر برای همین نفهمیدم. من فکر کردم سرود خان گفته. نه اشکال نداره فهمیدم اشتباه متوجه شدی. خیلی اشتباه علمون بورد نقض میشد بو نبورد هم نقض میشد. شاهین یه دونه از آهنگاتو من تو کامپیوترم دارم، یه ذره دوست داری پخشش کنم؟ الان من اینجا پخشش میکنم، یه دسته وایستا. کجاه؟ بینه های عدجویی من ندارم. رایزو دیدی؟ عجویی این آهنگو کی خونده بودی؟ 1 سال گذشت به فکرم. 1 سال گذشت. خیلی قشنگه این آهنگت، خیلی قشنگه. زنده باشید، من ندارم. همین شما گوش کنید، حلاوت برید، من خرسند میشم. بله ما اینجا تو کامپیوتر، تو لپتاپ، تو سیستم آهنگاتو پخش میکنیم. فکر کردی چی؟ ما اینجا آهنگای شاهین کلن. خب اولین طرفدار بخوایم حساب بکنیم از وقتی که شروع کردم ریاکشن به تاجیکستان، موسیقی تاجیکستان، اولین طرفدار میدونی کیه طرفدار تو ایران؟ مادرمه. یعنی هر ریاکشنی که میرم مامانم میگه آهنگ اصلی واسه منم بفرست، منم گوش بدم. زنده باشن. واقعا اصلا کلا خیلی از وقتی که حالم بهتر شد، موسیقیتون رو واقعا دوست دارم. زنده باشید. بعد همونجوری که شما موسیقی ایران رو دوست دارین، ما هم واقعا موسیقیتون رو دوست داریم. فرهنگ اون یکیه، همه جوره کلا. یک زبان، یک خلقیم، اوریوییم. آره واقعا من افتخار میکنم. شاید شکست عشقی خوردی تا حالا؟ لبای؟ شکست عشقی خوردی؟ نه اصلا تو 27 سالت شکست عشقی نخوردی؟ نه مقصد من رد میخونم، مردم فکر میکنن که من عاشقم، من شکسته حالم، من مستم، من دیگه نه. من درد مردم میگیرم، مردم به من قصه شونه می نویسن، من میگیرم رد میکنم، میبرارم، مردم در پهن میکنم. تمام. بابا مرد مومن 2 تا آهنگ راجع مست کردم خوندی، خب معلومه مردم فکر میکنن که تو شکست عشقی خوردی دیگه. یه کاری میکنیم بقیه مردم شکست عشقی بخورن، این چه کاریه؟ نه ولی واقعا انقدر با حس شاین میخونه، یه جوری با حس میخونه که آدم فکر میکنه مثلا چند بار شکست عشقی خورده. آدم همیشه خیال میکنه. بعد اینکه
ولی خب اینم هنر بزرگیه دیگه. تو یه چیز اصلا شکست عشقی تا حالا نخوردی، بعد راجبش انقدر داری خوب صحبت میکنی که این واقعا هنره. احساس و جوری داری بیان میکنی، یعنی از نظر من جوریه که 2 برابر اون شخصی که میدی آهنگ میخونه شکست عشقی خورده، اون کارش باز راحت تره، اون از درون میدونه چقدر این بده. ولی شاهین با اینکه مثلا هیچ شکستی نخورده، خیلی سخته واسش این حس رو توصیف کنه، ولی شاهین خیلی هم خوب داره توصیف میکنه. دمت گرم. پدری من شاعر است، شاعر، نویسنده شاعر است. برای همین ما چیزی که میخونیم از پدر گذشتگی از مردم به میفورد، قبول میکنم. مثل پدر من دیگه شاعره. عمرشون دراز باشد، خداوند دراز کنه عمرشون. آره زنده باشن، سایه‌شون بالا سر ما باشه. و الان نمیدونه که با هم داریم مصاحبه، شاید فکر کنم خیلی دوست داشت که با هم دیگه مصاحبه داشته باشیم، ولی خب خوابه، منم دلم نیومد بیدارش کنم دیگه، ولی مصاحبه رو میبینه دیگه. شاهین حرفی داری که من میگم شاهین دیگه، شاهینی نسیمی، واسه من میگم شاهین. آره حرفی داری که مثلا دوست داری حالا به مردم تاجیکستان، کلا ایران فارسی زبان بگی، مثلا از همینجا پشت تو همین مصاحبه بهشون بزنی، یا به طرفدارات؟ قدر یکدیگر به رسیدن نرکو، یک خلقیت فرهنگ یکدیگر دوست داشتن نرکو، یک فرهنگ داره مثلش همه غنیمت به قدر یکدیگر رسیده زندگی آباد کردن نرکو. همین دیگه چیز گم. همه اصل مطلب رو زدی دیگه. ولی دمت گرم، معلمی خیلی خوبه، آموزگاری واقعا خیلی خوبه، خیلی خوبه. من خیلی اصلا دوست دارم، یکی از دوستام هم آموزگاره، اصلا خیلی خوبه، شغل شریفیه واقعا. حالا یه سوالم از من بپرس دیگه، چرا من همش سوال بپرسم؟ سوالی از شما میگم سوالی داری از من بپرسی؟ یه سوالم تو از من بپرسی. برای چی همی شما ریپوتانا در همین کانال تا نمیپرتوید، یا که میپرتوید من نمیبینم چی با؟ آهنگای خودمو میگی؟ خودتان ریپ سرایت کن. خودم مینویسم. نه منظورت اینه که خودم مینویسم؟ آره من بهت بگم دقیقا از کی، 15 سالگی، من الان 12 ساله که فعالیت دارم توی رپ، خب ولی چندین ساله که اصلا پیشو نگرفتم، بیشتر تمرکزم تو آرایشگاه و یوتیوب و کلا اینجور چیزا بود. ولی اون زمان که میخوندم، اون زمان که رپ میکردم، شعراشو همه رو خودم مینوشتم، همه کلا سراینده بخوایم حساب کنیم همش خودم بودم، شعرها رو همه رو خودم مینوشتم. آره ولی خب دیگه آره بیشتر دوست داشتم که بیام جلوی دوربین صحبت کنم، مصاحبه تهیه کنم، ریاکشن برم، خیلی جالبه واسه من، بیشتر جالب، هیجان انگیزتره. و این رپ هم دوست دارم. اینم که با هم دیگه خوندیم، اول خوندی بعدش من خوندم. بچه‌ها اگه بگن آقا، اگه نظرات توی کامنت ها جوری باشه که بگن امیر و شاهین با هم دیگه یه آهنگ بخونن، شاهین باید با هم دیگه یه آهنگ بخونیم تو همین مصاحبه. خدا نصیب گرداند، انشالله میخونیم، انشالله که همینطوره. فکر نکنم دیگه سوالی مونده باشه، همه رو پرسیدم. سنت که 27 سال، فقط یه قد و وزن رو نپرسیدم که این سوال خصوصیه. دیگه بقیه‌شو میدونم. گفتی از کدوم شهری؟ توی تاجیکستان؟ من ولایت سوغد، ناحیه اشت، دهه اشت، جماعت اشت، در جماعت اشت زندگی میکنم. هنوزم همونجایی؟ اشت، این ناحیه اشت پورا میشد اهالی شمالی تاجیکستان، ما از شمالیم. ایول منم از شمالم اتفاقا. کلا من و شاهین شبیه همین، خیلی جالبه. شون ام سی دیگر ریپرو از جنوبند، من از شمالم. آها
که اینطور از جنوبن و تو از شمالی، منم از شمالم، تنها نیستی. نباشید. قرار شد که خلاصه بریم تاجیکستان پیش شاهین شهباز، یه دونه اونجا ولاگ هم تهیه کنیم. حتما شاهین خیلی خوشحال شدم که تو برنامه‌ام داشتمت، با هم صحبت کردیم، باهات آشنا شدم. این تازه شروعشه، با هم دیگه قراره کلی بیشتر صحبت کنیم. حالا میریم ویدیو کال میگیریم، تلفنی صحبت میکنیم. من مطمئنم بچه‌ها میگن که با هم دیگه بخونیم. من منتظر شما میشم حتما که اومدید. من پیشواز میگیرم مهمانداری تا میکنم، منظره های تاجیکستان سیر و گشت میکنیم. انشالله که به فکر من حلاوت میگیرید. تمام ریاکشن دست در نکنه، بیشتر ریاکشنام نمیدونم، شاید فکر کنم تمام ریاکشنام شاهین دیده. خب شاهین تمام اون جایی که گفتم چه منظرهای قشنگ، همه این منظرها منو ببر تو اون لوکیشن هایی که ریاکشنشو رفتم، چقدر زیباه. حالا نمیدونم شماله یا جنوبه، منو ببر قشنگ جای تاریخی ببینم اون لذت ببرم. خب راستی این سوال یادم رفت بپرسم، شاید بچه چندمی، فرزند چندم خانواده ای؟ اولی آخری؟ ما در عائله 5 فرزند هستیم. اولین درجه کلانش خواهرم میباشد. من از همه خوردیم، با 3 برادر دارم. آخری هستی؟ 3 تا برادر دیگه هم داری؟ آخری هستی؟ بله. مادرم معلمه زبان انگلیسی، پدرم زبان ادبیات الفبای نیاگان فارسی درس میدن، خواهرم نیاگان درس میدن، برادرم انگلیسی درس میدن. معلم آموزگار. یه خانواده آموزگار کلا بابا، همتون فرهنگی. دمتون گرم، پدر مادر برادر خودت، دمتون گرم واقعا. همتون دارین یه جوری خدمت به بشریته. آموزگاری. آقا من خودش خیلی لذت بردم این که باهات آشنا شدم. شاهین دوست خوب منی و قراره کلی با هم دیگه رفاقت کنیم. بچه‌ها اینم از مصاحبه با شاهین نسیمی که خیلی گفتین ریاکشن برو بیشتر. من چند تا ریاکشن رفتم، گفتیم ریاکشن برو، من گفتم ریاکشن، من باش مصاحبه میکنم. من امیرم، نشناختین منو دیگه. من با شاهین هماهنگ کردم که مصاحبه رو بگیرم. امیدوارم که خیلی لذت برده باشین. من که حسابی لذت بردم از گفتگو با شاهین. دمت گرم، مرسی که بودی توی زنده باشی. به عنوان کلام آخر رو به دوربینی که داره ازت فیلم میگیره، به حالا کسایی که دارن ویدیو رو میبینن، به عنوان کلام آخر یه جمله بهشون بگو. گیرن کامنتار نویسن. خواهشم باشد موقتی شما اکوی امیر یک همراهی میخونین، پهن کنن ویدیو تا که فهمن که تاجیکستان ایران یک خلقیت است، یک فرهنگ دارد، یک ملت. برادر دوستی نمانم. من با شما با خلق ایران دوستم، خلق ایران احترام میکنیم. ما عشق منی، دمت گرم. یادت باشه موقع خداحافظی آخر سر بعد بگیم اتحاد فارسی زبان رو بپیش. اینو یادت باشه آخر ویدیو بگیم. باشه. خب شاهین مرسی که تو برنامه بودی. بچه‌ها ممنونم که نگاه کردین. مرسی که لایک میکنین، کامنت میزنین و سابسکرایب میکنید. منتظر ویدیوهای جدید ما باشید. و شاهین واسه خداحافظی با هم دیگه تو به شمارش من میگیم 1 2 3 تاجیکستانو بگیم کلا فارسی زبانای سر تا سر دنیا بپیش. آماده ای؟ فارسی زبانای سر تا سر دنیا بپیش. چیز بگو؟ 1 فارسی زبانای سر تا سر دنیا بپیش. فارسی زبانای سراسر دنیا و پیش. تاجیکستان و پیش، افغانستان و پیش، ایران و پیش. بپیش. تمام آریای ها و پیش. رو به جلو. زنده باشید. شاهین زنده باشی. بدرود بچه‌ها.